نمیصرفه. آقا مهدی بی زحمت اینو پس میگیرین؟ چیزی شده؟ من نگفتم جبر رو پاره نکن. بابا باتری ساز پاره کرد. باتری ساز پاره کردی دهن سگ کشیدی رو بیرون. آقا اینو بزن به حساب حساب ما دیگه نداری. چرا؟ بابا شما مکانیکا بیچاره‌ام کردید از سال 90 18 تا دفتر صدبک پر کرد. کی میخواید بیارید بدید حسابتون رو؟ شب تولد رفیقم چی براش کادو بگیرم؟ تیغ وفا کن. زش نیست؟ دیوونه ای اون دختران خونه بخری براشون عین خیالشون هم به پسر یه تیغ وفا کن بدی انگار به خر کتاب دادی. آقا مهدی چراغ 207 من میدین؟ خدمت شما. این که 200 شه. اینو به شوری جواب میکنه. آقا مهدی اینو گفتن اصلی نیست. گوه خورده هر کی گفت. بابام گفته. گفته که گفته اونم گوه خورده. من یا بابات میترسم. بابات اگه حالیش بود زده خود جا اکتا نمیکردم تو پاچش. این بوگیرا حرف نداره. میتونم باز کنم؟ آره بابا دیوونه ای. من پس میگیری. آره بابا دیوونه ای برو خیلی خوبه. نه دوست نداشتم بوشو. با کردی. مگه نگفتی پس میگیرم؟ چا؟ آقا مگه نگفتی پس میگیرم؟ صدات قطع شد. بچه من گفتی من گوه خوردم. قربون اخلاق ورزشکاری من غلط بکنم. زده یخ تو اکتا میدی؟ بعد دستتو بزن ببوسم اول داداش. آقا مهدی این زنجیرشخو از من پس میگیری؟ اصلا از این برن نداره. چرا بابا پارسال خریدم ازت. پارسال گرفتی الان میخوای پس بدی. آره خب به کارم نیومد. دیگه به من چه ربطی داره برف نیومده؟ حالا نمیشه یه چیزی دیگه به جاش. چرا میشه لازم بیا. داش رفتی مخلصم. از این کاچا آقا مهدی این قالپاقا خوبه؟ حرف نداره اینا تولید خودمونه. آقا من 2 بار گرفتم هی میشکنه. آره دیگه نشکنه که نمیای بعد بشکنه که بیای بخری دیگه. کلا آدم عصبی هستی؟ نه اتفاقا خیلی شوخم من. آها واشر داری؟ واشر چی اگزو سرسیلن. واشر درت زود پس. داشور پس سگ من نباش شوخی دارم. نظر ته دستگاه اسپرسو بندازم کنج مغازه هر کی حساب دفترشو صاف کرد یه شات اسپرسو بدم دستش.